مدل GPT-4 میتونه رویا بسازه، فکر بکنه و ایده بده. این مدل رسما یک فیلسوفه و در مقابل با نسخه قبلی که 3000 کلمه بلد بود، این نسخه 25000 کلمه بلده، یعنی 8 برابر نسخه قبلی. این نسخه علاوه بر متن میتونه با محتواهای مختلف کار بکنه. برای مثال میتونه تصاویر رو درک بکنه و راجبش نظرات منطقی بده. مثلا در پاسخ به این سوال که اگر در تصویر نخ‌ها را ببریم چه اتفاقی میفته، پاسخ میده که بادکنک ها پرواز میکنن. الان در نقطه‌ای هستیم که انگار یک هوش مصنوعی توربو شارژ داریم. درسته که اونها اشتباهاتی دارن و شما منتظر هستین که انتظارات شما رو برآورده کنن، ولی از نظر علمی داریم به سطحی میرسیم که هر کاری که انسان‌ها میتونن انجام بدن داره برای هوش مصنوعی ها قابل انجام میشه. این مدل خیلی پیشرفت کرده، ولی برای چارچوب‌های قابل توجهی هم در نظر گرفتن. برای مثال استفاده خصمانه، محتواهای نامناسب و نقض حریم شخصی با این مدل قابل انجام نیست. این سیستم هم مثل یک انسان یک نیاز اساسی داره. اون هم چیزی جز آموزش نیست. GPT-4 میتونه موضوعات بیشماری رو یاد بگیره. این مدل با همکاری مایکروسافت و اوپن ای آی ساخته شده. ساخته شدن ترانزیستورها، پیدایش کامپیوترها، پدید اومدن اینترنت، صنعت سخت افزار و زبانهای برنامه‌نویسی، همه اینها ایجاد شدن تا یک هوش مصنوعی کامل شکل بگیره. این تکنولوژی اومده دنیا رو تغییر بده. این تکنولوژی اومده که به همه مردم کمک بکنه.